سلام آقای اساری، خیلی خوش آمدید. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. این شما و این مردم هر چه میخواهد دل تنگت بگو که ما تشنه شنیدن حرفای شما هست. با عرض سلام خدمت هموطنان عزیزم، درود بر همتون. علت این که این همه انرژی در صدای شما و اینقدر محبوبیت در صدای شما و دوستان شما هست چی؟ خدمتتون عرض کنم، موقع که شعر و اوورتو و خواننده به هم بخوره خود به خود کار خوب در میاد. بله. علا خصوص شاعرای خوب، شاعرای که اون موقع بود عطای دل میگفتن. بله. شعر مفهوم داشته باشه، مفهوم نداشته باشه گوش میکنم میذارمش. درست. شما سبک خوندنتون و سبک موسیقیتون چه سبکی هست؟ منو میگن شرقی خون. شرقی خون. پس پاپ شامل حال شما نمیشه؟ نه خیر، پاپ سواست. شور تهران هم شامل حال شما نمیشه؟ هیچ کدوم من نمیشه، فقط شرقی خون. تقریبا شرقی خون بغل عربیه. آها، نزدیک به سبک عربی. بله. در خواننده های امروزی چه خواننده هایی رو دوست دارین، صداشون رو که گوش میکنین لذت میبرین و جز خواننده های مورد علاقه شما هستن؟ نمیتونم بگم، هنوز نگفتم کی بده. هر کسی مشتری خودشو داره. درود بر شما. یکی 100 تا یکی 1000 تا یکی 1 میلیونه. درود بر شما. همشون برای ما عزیزن و اگرم مشتری نداشته باشه نمیخونه اون کارو. پس کسی میخره که میخونه. بله حتما. توجه میکنه. من معمولا دوره خودمو بیشتر دوست دارم. فقط یه دونه آقای اصفهانی عزیز ماست که دوستش دارم. از نسل جدید، از جوان نسل جدید. البته آقای اصفهانی هنوزم جوان هستن. آقای اصفهانی بله. آره. بریم و بشنویم 2 خط یا 2 بیت از آهنگ محراب رو با صدای گرم خواننده محبوب مردمی جواد یساری جاودانه. تو که محراب نگاه قبله راز منه، اون 2 چشم سیاه زندگی ساز منه، میدونم که داغ تو روی دلم نمیمونه، اون صدای آسمون ما را به غم میرسونه. این آهنگ بچه ها فکر کنم یک قصه و حکایت داره که خوندین. آهنگ بچه ها رو یه آهنگ خونده بودم به نام بچه ها که رفته بودم به طرفای کرج. بچه هایی که پدر مادرشون بیرونشون کردن یا طلاق گرفتن. من با شاعر گفتم یه همچین شعری میخوام اینا اینقدر آواره نشن، اینقدر طلاق نباشه. رفت کار کرد، رو سوژه داد. درسته؟ رو سوژه کار خوب در اومد. رو سوژه کار خوب در اومد. مثل همین الان که کودکان کار هستن، اون زمان هم کودکان کاری بودن که آقای جواد یساری رفته بهشون سر زده و به احترام اونها و به خاطر اونها که دلشون به دست بیاره برای اونها از صمیم قلب خونده و اونها لذت برد. دلشون نشست مردم. حتما همینطوره. طلاق آشتی کردن. الان چند سال شما دارید میخونید؟ نزدیک 47 سال. قریب 50 سال آقای یساری دارن میخونن و 50 سال همچنان مردم آهنگاش رو دوست دارن و هیچ وقت آهنگاش از رده خارج نشده. من بعضی وقتا آهنگهای شما رو بدون اجازه شما، البته ببخشید جسارت کردم چون پیداتون نمی‌کردم که ازتون اجازه بگیرم، توی کنسرتام قسمت کوتاهش رو میخوندم. باید میبورید و میدیدید آقای یساری مثلا 5000 نفر جمعیت تو سالن، یک صدا همه حفظ بودن آهنگ شما رو و میخوندن. چه بسا که آهنگهای امروزی رو میخوندم تقریبا بیشتر از نصف سالن در سکوت بودن چون نمیدونستن این آهنگ ادامهش چیه. اما آهنگای شما رو که میخوندم اونا بیشتر از من حفظ بودن، کامل آهنگو میخوندم. من التماسشون کردم آقا آهنگ من 2 خط خوندم بس، اونا تا ته میخوندن. این نشون میده که شما انقدر موسیقیتون و آهنگتون و سبکتون جذابه که مردم وقتی من فقط اشاره میکردم تا ته آلبوم رو میخوندن. این از خاطرات خوب من. اجازه بدید من تشکر از شما بکنم. خواهش میکنم، ارادتمندم. تشکر از بینندگان عزیز کنم و خداحافظی. متاسفانه ما دیدن شما سیر نمیشه. اختیار دارین. انشالله که صدها سال عاقبت به خیر باشیم. درست. دست همتون میبوسم.